100 مگاوات دو پروژه بزرگ 50 مگاوات تحت کار است که یک پروژه آنها در ولایت جوزجان و یک پروژه دیگر که تا هنوز تصمیم گرفته نشده یا در شهر مزار و یا آنها هم در شهر شبرغان افتتاح خواهد شد. و منابع بزرگ و فراوانی که ما داریم الحمدلله در بخش انرژی، از سنگ زغال گرفته تا آفتاب تا باد تا گاز آب و امثال هم، منابعی است که اگر ما این استفاده کنیم و امکانات مالی و تکنیکی داشته باشیم، کشور خود را با زودترین فرصت می توانیم که خودکفا کنیم ان شاء الله. وقتی که برق داشته باشیم، فکر کنین که به همه تکنولوژی های عصر حاضر با دسترسی پیدا کرده میتونیم. وقتی که برق داشته باشیم، ما حکومتداری سالم را، حکومتداری برقی یا الکترونیکی را تطبیق کرده میتونیم که ضامن شفافیت است، ضامن سریع شدن کارها و امورات است. وقتی که برق داشته باشیم، ما شفاخانه های سالم داریم، سیستم صحی سالم داریم. وقتی که برق داشته باشیم، ادارات تعلیمی سالم، اماکن تجارتی سالم و بالاخره صنعت پیشرفته و صنعت باثبات راه را پیدا کرده میتونیم که با آن نقاط و با آن اهداف خود برسانیم که جهانیان خود رسانده.